ترکیتیات اول مرحله سمزدایی هست که پروسه است که اینا مواد که گرفتن اینا رو بسیار به تکلیف میسازه. بازی به مدت 14 روز دوام میکنه. وقتی که مریض حالت تیر میکنه حالت میشه مرحله ریهابشان میشه که یعنی از حالت خراب میبرن حالت بهبودی حاصل میکنن. بعد از بهبودی در جریانی که مریض در حالت دیتاکس یا ریهاب سمزدایی میباشن مشکلاتشان زیاد است تا اینکه راحت میشن. وقتی که راحت شدن باز اینا بعد از اینا فعالیت های مختلف را اجرا میکنیم. نام من نجیبه. چند سال میشه که رو به مخدر آورده؟ با شوهرم 4 سال میشه. دلیل چی بود شوهرتان رو به مواد مخدر آورد؟ اولا خوب بود، مثلا وظیفه داشت، باز از وظیفه خود اخراج شد، باز دیگه ای رفت طرف ایرانی طرف ها رفت. باز از اونجا که آمد دیگه امرای اینمی مواد گرفتار شد. دیگه شوهر خودم دیدم خونجیگر شدم زیاد دیگه یکی نشد جور من امرای زید کردم استفاده کردم. اکثرا طفل دار می باشن و اون طفلایشون وقتی که ما تشویق میکنیم امرای طفل خود بستر میشن. مریضایی که یک ذره خوب هستن اونا طفلکایشون کمک میکنه تا که حالت امی سمزدایی از اینا خوب میشه. بعد از اون طفلکایی که کم کلان هستن اونا علایده در اتاق دیگه زیر کنترل می باشه و طفلکایی که خرد هستن به مادر می باشن تا که مادر حالت خوب شه باز مادر میتونه که طفلکای خود کنترل کنه. خودم آمدم اینجا که آمدم باز من خوب شدم. باز دیگه جور نشد. بالاخره از اونجا فرار کرد دیگه. اینا همراه 1 سال میشه که گم است. اولادایتان چی؟ باز یک بچه دارم 2 تا دختر. پشتگاه ما ضرورت به مکتب داره. باید این مصرف که سری شفاخانه میکنه و یک ذره سرم این مریضی که صحتمند میشه همراه فامیلش ها یک مثلا خیاطی یک کار یک چیزی باشه که مشغول شه می زندگی ما هم پیش بره. خیاطی یاد دارم. یک زمان خیاطی کردم یخن گرفتم از یک میدزم اینجا هست. به خاطر خانم نجیبه مریض ما بودن که اینجا تداوی قرار داشتن و بالاخره رخصت شدن و بالاخره وظیفه یافتن و همراه اولادای خود اینا فعلا زندگی میکنن و زندگی خود پیش میبرن.